سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کرد کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب جمعه 12 تیر ماه با گزیده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کرده اید. با ما همراه باشید. حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران میگوید جمهوری اسلامی از مطالبات دموکراتیک کردها هراس دارد و فشارها مانع تداوم مبارزات سیاسی نخواهد شد. ترامپ اعلام کرد ایران در مذاکرات اخیر دوحه با تمامی خواسته‌های واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای موافقت کرده است. در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 92 شهروند بلوچ در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و سرکوب اعتراضات کشته شده‌اند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد که برای هر حمله ایران در صدر فهرست اهداف و دشمنان ما قرار دارد. و اینک مشروع اخبار. حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران ادامه حملات جمهوری اسلامی به مقرهای این حزب را ناشی از هراس حکومت از فعالیت‌های سیاسی و مطالبات دموکراتیک کردها دانست و تأکید کرد این فشارها مانع تداوم مبارزات سیاسی ما نخواهد شد. آقای شرفی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کرد جمهوری اسلامی برای حمله به احزاب کردستان نیازی به بهانه ندارد و از آغاز رویکار آمدن با حقوق ملی و سیاسی مردم کرد مخالفت کرده است. او افزود کردها بهای بلوغ سیاسی خود را می‌پردازند و مبارزه برای دستیابی به حقوقشان با شهید شدن پیشمرگه‌ها متوقف نخواهد شد. وی همچنین در گفتگو با رادیو فردا تداوم حملات موشکی و پهپادی به مقرهای حزب دموکرات را تلاشی برای تقویت روایت پیروزی حکومت پس از جنگ اخیر با آمریکا دانست. شرفی افزود هرچند حزب دموکرات در حال حاضر مبارزه مسلحانه گسترده‌ای ندارد، اما فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک آن موجب نگرانی جمهوری اسلامی شده و به همین دلیل هدف حملات قرار می‌گیرد. رهبری جنبش مردم کردستان رو در اختیار دارند با این رژیم همچنان ادامه داره. بنابراین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران در مذاکرات اخیر دوحه با تمامی خواسته‌های واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای موافقت کرده است. او گفت از 4 ماه پیش هدایت تلاش‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای ایران را بر عهده داشته و تاکید کرد آنچه رخ داده یک کارزار برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران بوده، نه یک جنگ متعارف. ترامپ همچنین اظهار داشت ایران از دارایی‌های مسدود شده خود برای خرید ذرت، گندم و دیگر کالاها از آمریکا استفاده خواهد کرد. او مدعی شد محاصره دریایی ایران مؤثر بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی‌ای به بنادر ایران نرسیده است. همزمان ایران و آمریکا دور تازه مذاکرات غیر مستقیم در دوحه را به پایان رساندند. کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت ایرانی از توافق برای ایجاد کانال ثبت موارد نقض تفاهم‌نامه خبر داد و گفت موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نیز در مذاکرات بررسی شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از اقدامات جمهوری اسلامی در خلیج تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران با تهدید تنگه هرمز اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد. مایک والتز در نشست استراتژی شورای امنیت حملات منتصب سپاه به بحرین و کویت را محکوم کرد و گفت تهران باید حملات به کشورهای همسایه را متوقف کرده و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند. او هشدار داد که ادامه این اقدامات امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و صبر دولت آمریکا نیز محدود است. در مقابل نماینده جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرد و آمریکا را عامل تشدید تنش‌ها دانست. با این حال ایالات متحده و کشورهای عربی منطقه معتقدند
تهران با حملات اخیر و تهدید مسیرهای دریایی عامل اصلی بی‌ثباتی در خلیج است و باید مسئولیت پیامدهای این اقدامات را بپذیرد. فاکس نیوز در گزارشی نبود رهبران و مقامات ارشد قدرت‌های بزرگ جهان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای را نشانه‌ای از انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی دانست. این رسانه نوشت که تنها شماری از مقام‌های عراقی و رئیس جمهور گرجستان در این مراسم حضور دارند و هیچ یک از قدرت‌های بزرگ نماینده عالی رتبه‌ای اعزام نکرده‌اند. عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، به فاکس نیوز گفت این غیبت گسترده نشان می‌دهد حکومتی که خود را محور نفوذ منطقه معرفی می‌کرد، اکنون حتی در مراسم تشییع رهبرش نیز از حمایت بین‌المللی برخوردار نیست. مراسم تشییع علی خامنه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا برگزار می‌شود، از صبح جمعه با انتقال پیکر وی به مصلی تهران آغاز شده است. بر اساس گزارش تازه شبکه فعالان حقوق بشر بلوچستان، در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 99 شهروند بلوچ در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی، سرکوب اعتراضات و انفجار مین جان خود را از دست دادند و 10 نفر نیز زخمی شده‌اند. این گزارش می‌گوید 20 نفر از جانباختگان در جریان اعتراضات کشته شده‌اند که در میان آنها یک کودک 11 ساله و یک دانشجوی دختر نیز دیده می شود. همچنین 11 کودک زیر 18 سال در میان قربانیان ثبت شده اند. در بخش دیگری از گزارش آمده است که 6 شهروند از جمله 2 کودک بر اثر مین‌های کارگزاری شده جان باخته‌اند. علاوه بر این 12 مورد یورش به منازل ثبت شده و در یک مورد به دلیل شکنجه یک زن باردار جنین او سقط شده است. این نهاد همچنین از زخمی شدن 8 زن در اعتراضات مرتبط با معادن منطقه و بازداشت دست کم 434 شهروند بلوچ خبر داده است. حکم محرومیت از تحصیل 3 دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که در پی فعالیت‌های صنفی صادر شده بود، در مرحله تجدید نظر نیز تایید شد. اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره فشار بر فضای دانشگاهی و محدودیت فعالیت‌های دانشجویی را افزایش داده است. خبرنامه دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد این احکام که پیشتر در کمیته انضباطی بدوی صادر شده بود، با تایید کمیته تجدید نظر و دستور رئیس دانشگاه نهایی شده است. بر اساس این تصمیم، هر یک از دانشجویان به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند. به گفته منابع دانشگاهی، این احکام در پی فعالیت‌های صنفی و دانشجویی صادر شده است. دانشگاه‌های ایران طی سال‌های گذشته به طور مداوم شاهد شکلگیری اعتراضات و فعالیت‌های صنفی و دانشجویی بودند که در بسیاری از موارد با برخورد نهادهای انضباطی و امنیتی از جمله تعلیق، محرومیت از تحصیل و دیگر محدودیت‌ها مواجه شده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بار دیگر با صدور هشدار نظامی کشتی‌ها و نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز را تهدید کرده و اعلام کرد در صورت عدم تبعیت از مسیرهای تعیین شده از سوی تهران با پاسخ بیدرنگ مواجه خواهند شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد هر گونه بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ناوبری ایران در این آبراه می‌تواند به اقدام نظامی منجر شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است و هر گونه رفتار تنش‌زا در آن نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و ثبات بازار جهانی نفت را افزایش می‌دهد. تحلیلگران این گونه اقدامات و هشدارهای تکرار شونده را بخشی از سیاست تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه می‌دانند که بارها با واکنش‌های بین‌المللی و هشدار درباره پیامدهای بی‌ثبات کننده آن همراه بوده است. اسوسییتد پرس نیز گزارش داده است که دلیل مشخصی برای صدور این هشدار جدید از سوی ایران اعلام نشده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد ایران در مرکز تهدیدها و برنامه‌ریزی‌های نظامی تل‌آویو قرار دارد و ارتش اسرائیل برای هر گونه سناریوی احتمالی علیه تهران در آمادگی کامل است. ایال زمیر در نشستی نظامی به مناسبت 1000مین روز جنگ پس از 7 اکتبر گفت این جنگ با شکست و فاجعه‌ای سنگین
برای اسرائیل آغاز شد، اما اکنون نیروهای این کشور در چندین جبهه فعال هستند. او تاکید کرد برای هر حمله ایران در صدر فهرست اهداف و دشمنان ما قرار دارد. وی همچنین مدعی شد ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و در صورت لزوم میتواند ضربات عمیق‌تری به ایران وارد کند. ضمیر افزود تلاش‌های ایران برای تغییر معادلات منطقه ناکام مانده و نیروهای اسرائیلی تحولات را به طور دقیق زیر نظر دارند. او در این حال گفت بخشی از عملیات‌ها و تمرکز نظامی اسرائیل همچنان علیه حزب الله ادامه دارد. دیده شدن احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران، پس از هفته‌ها غیبت و اختفای غیرعلنی، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به وضعیت این نهاد نظامی جلب کرده است. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد او در نشستی مرتبط با مراسم تشییع علی خامنه‌ای و همچنین در مراسمی محدود در تهران حضور داشته است. وحیدی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد سپاه در جریان درگیری‌های اخیر با اسرائیل و آمریکا به این سمت رسیده است. رخدادی که به گفته ناظران نشانه‌ای از بحران در ساختار فرماندهی و تزلزل در رأس این نهاد نظامی تلقی می‌شود. او پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های مرتبط با اتهامات بین‌المللی و قرار گرفتن در فهرست تحت تعقیب چهره‌ای بحث برانگیز محسوب می‌شد. در ماه‌های اخیر سپاه پاسداران با از دست دادن فرماندهان کلیدی و افزایش فشارهای خارجی در وضعیت بی‌ثباتی و بازآرایی داخلی قرار گرفته است. شرایطی که رسانه‌های بین‌المللی آن را نشانه‌ای از فرسایش ساختاری این نهاد توصیف کرده‌اند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه 12 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت به باور او ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هنوز از تأسیسات هسته‌ای که مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودند خارج نشده‌اند. گروسی ضمن تاکید بر لزوم بازگشت بازرسان به تأسیسات تصریح کرد که آژانس از ایران چون این دسترسی را درخواست کرده اما هنوز موفق به دریافت پاسخ نشده است. پیش از آن کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده بود که هیچ برنامه‌ای برای دسترسی آژانس به تأسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای ایران وجود ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران که هدف حملات آمریکا قرار گرفته‌اند را نخواهد داشت. بنابر اظهارات قالیباف، در حال حاضر بازرسان آژانس تنها به دو مرکز یعنی نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران دسترسی دارند. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.